سلام کاکا جان. چی شده؟ کاکا حتما دکتر ببره، من هرچه زودتر پول روان میکنم. نه خودم خونه دارم. خلیلم خودتون خو میفهمیم بیکار است. خانه هم کرایه نمیره، از خاطر کرونا تمام جای قرنطین است. صحیح است کاکا، صحیح است. سلام کاکا جان، خوب هستین؟ خانواده خوب هستن؟ کاکا یک خواهش دارم اما میشرمم بگویم. مادر مریض است. کاکا نصیرم پول نداره، خودت خبر داره، تنها داره نداره ما و خلیل مادرم است. کاکا ما بر تو زنگ نزدیم که چرا مادرم بعد از فوت پدرم نصیر کاکای مشیکت تروش نکرد. سال کو من میگم مادر مریض است، در حال مردن است، حال تو مرا میگه مادر چرا منشو نکرد نصیر کاکایتشو کرد. تو چه قبل غیرت هستی ببیشتم. روز اول برید نگفتم زندگی من خراب است، با من نیا، ولی اگر آمدیم تا آخرش باش. کدام دوست داشتن؟ شبی نامزدید بر من زنگ زدی خلیل مرا فراموش کو، فکر کن من وجود نداشته. کدام زندگی؟ توف به این زندگی، لعنت به این زندگی. تو که پشت شوی پولدار بودی چرا از اول بریم نگفتی؟ خی نفر در فرانسه است. دیگه با من زنگ نزن. اگر روزی جای مرا دیدی رای خود کشکو دیگه نمیخوایم اون قبر خانه است یا چرس خانه؟ بدبخت، برای دختر گریه میکنی؟ چون دوستش دارم، عاشقش هستم. 2 سال از هر کار خاص برش انجام دادم تا او خوشحال باشه. من 2 مدال قهرمانی آوردم، هیچ وقت سر من افتخار نکرد. آلی با افتخار میگه او فرانسه است. دختر نمیست دیگه، نشان داد دوست داشته نبرید. من دوستش دارم، میخوایمش حتی اگه فایشه باشه. تو هم دیگه کار در کار من نداشته باش چرسی. چر زدن غیرت میخواه که تو نداری. بویژدان میفهم مادر بیچاره چند روز است که مریض است. بجایی که به این دخترای لوده زنگ میزنی چرا به مادر یک زنگ نمیزنی؟ اصلا میفهم پول شفاخانه را زکات مردم قریه داده. روزی که پدر مرد و رفت و شوی دیگه کت بر من مرد. تو چی میفهمی از مادر بیچاره؟ دختر است دیگه، این هم از وفایش. چرسم است. 16 سال درس خواندی بی وضعیت. اصلا تو غیرت میداشی نامزد 3 سال دیلاید نمیکرد. چرسی بدبخت. سلکو اول چرس توهین نکو، کلان کلان آدمای چرس میزنن. دومن قاطع هر هزاری یک تا دختر از کافیز خودت انتخاب کنی، هزاری اول اعلامتی آخره لو درکتی گپ زدنش. چرسی. سلام کوکا جان، چطور هستی؟ خوب است؟ مادرم چطور است؟
میشنم کاکا. کاکا کاکا ما سو وقت میاییم. سایس ساقه چرسا ورده؟ بگی کسی مادر گپ بزن. شاید آخرین بار باشه صداشو میشنیم. خیلی وقت پیش از مادر من مرده. بگی میگم. مادر فوت کرده. 8 سال پیش مرده بود وقتی با تو چقدر بی غیرت هستی، تو چقدر بی وجدان هستی. او ما را دوست نداشت. اگه یک ذره به فکر ما می بود نمیمون مردم ما رو یتیم بگوید. او اینقدر خوشحال بود که ده 8 سال یک بار دیدن ما نامد. ابی تو غیرت داری. مادر میامد به دیدن تو. بیچاره مادر سال چند بار میامد به ما زنگ میزد من تو رو بهانه قدم زن ببرم بیرون تا او از اون طرف سرک تو رو ببینه. ولی تو هیچ وقت حاضر نشدی مادر رو ببینی. دروغ میگی. تو گریه کردن هم بلد نیست. چرا دقیقه وقت نگفت حتی کاکای نگفت چون مادری کرد. اصلا تو میفهمی این خانه در نام تو است؟ اگه مادر زن کاکای نمیشد حال ما و تو باید زیر پول سوخته میبودیم. من زیر پول ساخته می بودم. من تو رو معتاد نیستم. سلکم ادارات در رخ نکش. میفهمی از خیرات سری که؟ از خودم است، از تلاش هایی که کردیم. ها تلاش خستو است. گرده از کیست خبر داری؟ مگم نگفتی یک نهاد خیریه پولش داده؟ خدا هم نیاد خیریه. تو در این مملکت یک آدم خیر میبینی؟ بدبخت این گرده همون آدم است که تا 8 سال نخواسته امروز گپ بزنی. 8 سال میشه نمیخوای فقط یک باب چهرهش ببینی. او مادری که تو رو بدون غسل شیر نداد. چی میکنی خرید؟ باز دروازه را. باز که بچه دروازه را. تو رو میگم جان الله باز که دروازه را. خلیل باز که دروازه را. تو رو میگم باز که. خلیل باز که جان الله دروازه را. باز که بچه. باز که. باز که چی کردی؟
خلیل آماده شو که بریم. خلیل کجایی؟ باشه بیا لباسات چم که بریم. تو رو میگم بیا که بریم نه؟ خلیل